یعنی تواضع هم به شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله میگوید که یعنی این حدیث اصلش حدیث صحیح مسلم دیگه من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله، یعنی این حدیث اصلش. طيب مفهوم مخالفه میبره ابن القیم، اذا من تکبر على الحق ها ماذا يكون يعني اذله الله وصغره. اگر وقتی که حق بکی، اگر تواضع کرده، حق به سر خم کرده، تواضع کرده، خطاگیت اعتراف کرده، خلاص خطا کردم، الله تعالی چی میکنه؟ شعنت میبردارد. لیکن وقتی که تکبری کرده حق به، الله تعالی چی میکنه؟ خور میکنه، پست میکنه. هم به رسول صلی الله علیه وسلم چی میگوید که و جعلت الصغار و الذل لمن خالف امری، لمن چه خالف امری. سبحان الله، یکی عظمین، یعنی سبحان الله، جعلت الصغار و الذل لمن خالف امری. کسی که خلاف امر من کرد، میگوید رسول صلی الله علیه و سلم به چی نویسش دیگه؟ خواری، صغار، پستی. یکی از همین ها یعنی هم مدیننده بود، قریب 15 سال 16 سال پیش از این وقتی که درس تشکیل کرد هیچ کسی نمیشناخت. برادرها مسجد هم پیش خونه مونده درسش تشکیل کرد، برادرها شیخ ربی به تلفن کردن. شیخ ربی گفت که یعنی باید برادر خدا ما یعنی شیخ مستفید فایده گرید. مسجد پر شد، یک بار مسجد پر شد، جا نمیموند. یعنی بچه پیش از اون رفته جا میگرفت مسجد ما. سونی سالها گذشته چیکار کرد؟ یعنی تکبری کرد، از حق چه روی گردانید. وقتی که علماها ائمه ها خطاگیاشو بیان کردن چی کرد؟ یعنی قبول نکرد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. توی آخر من وقتی که شیخ ربیع یعنی از همین آدم رفته در حق شیخ ربیع پرسیدن، میگفت که اما نپرسید این چیزایا، تو خودت وای فکر کرد که خلاص من چه کن این جماعت، یعنی خلاص من حق برسیدم. همین خیلی تکبری کرد. گفتی رسول صلی الله علیه و سلم شده چی شد؟ گردنش شکست. یعنی کدوم روز بازارن بیرم دو تا کیسه برداشته برافساس. گفتم سبحان الله، این آدم فلان آدم، یعنی وقتش بود که وای آدم به نزدیکی کردن نمیتونستید. یعنی یک سوال پرسیدن به هفته ها مثلا وای آدم بحث جستجو میکرد. یعنی حاضر بازارنده پرتاب شده مونده است. یعنی همین خودش یعنی لیسان حالش داد که یک کس همین من بیاد پرسن، هیچ کس نه. یعنی پیشش گذشته برفتم سلام دادم، نگذشته برفتم میگشته، اون فکر کرد که من یاردمش میتونم. یعنی چه برداشته برافساس، یعنی بازارنده فکر کرد که من یادم نیست، پیشش گذشته برفتم. یعنی این چیز گفتی رسول صلی الله علیه و سلم وقتش بود که کی بود و یادم. الان این چیز انقیاد که نکردی، حق به کرون آوردی، الان میخواد الله تعالی چی میکنه؟ خور میکنه. اعوذ بالله.